وخوری دسته‌های اسخط شهر خوجند و حاصلات فرخور در دور هفتم لیگ عالی در ورزشگاه سپارتاک شهر خوجند برگزار شده به فایده صاحبان میدان با حساب 2-1 به انجام رسید. در دقیقه 32 حساب را فوتبالبازان دسته حاصلات کشودند. توپ نخستین را بازیگر حاصلات ساندی لونگژیسون به دروازه عزت الله ترسونوف زد. 5 دقیقه بعد کشوده شدن حساب صاحبان میدان گل جوابی را زدند. بازیگر اسخط زویرجان ترسونوف حساب را برابر کرد. در قسم اول و بازیگران هر دو دسته دیگر تغییر دادن حساب میسر نشد. وقت اساسی قسم دوم نیز به نتیجه انجام یافت، گرچند بازیگران دسته ها امکانیت های خوبی گلزنی داشتند. در دقیقه های به بازی اضافه شده بازیگر اسخط دلشاد کریموف از یک امکانیت خوب استفاده برده توپ دوم دستش را به دروازه دلیر عزیزوف زد و غلبه اسخط را تامین نمود. در این دور همچنین دسته های خوجند شهر خوجند و ریگر تدزی ترسونزاده در ورزشگاه سپارتاک بین هم واخوری دایر نمودند. در این واخوری فوتبالبازان دسته خوجند تیم حریف را با حساب 1-0 مغلوب کردند. در قسم اول بازیگران هر دو دسته امکانیت های زیادی گلزنی داشتند ولی آنها را ثمرناک استفاده برده نتوانستند. در 40 دقیقه قسم دوم نیز حساب بازی کشوده نشد. 5 دقیقه پیش از انجام وقت اساسی بازی به صاحبان میدان زدن گل حل کننده میسر شد. توپ یگانه واخوری را دوران ارگشوف و دروازه ریگر زده غلبه خوجند را تأمین کرد. همه مخلصا را با این غلبه تبریک میکنم و رحمت به بازیگران که در همین بازی مشکل و دشوار غلبه به دست آوردند. در این دور همچنین واخوری دسته های وخش و برقچی با حساب 2-2 مساوی انجام یافت. استقلال هلبوگ را با حساب 2-0 شکست داد. واخوری دسته های استرفشان و پنشر با پیروزی تیم استرفشان با حساب 2-1 به انجام رسید. در دور هشتم چمپیونات مذکور حاصلات با خوجند، پنشر با اسخط، برقچی با رفشان، سسکا با استرفشان، هلبوگ با ریگر تدز و استقلال با وخش واخوری دایر می نمایند.